من به شما میگم که شما مازوخیسم طبق این تستی که من از شما گرفتم و این علائمی که شما داری، شما یه فرد مازوخیسم هست و خب دست خودت هم نیست، درمانت میکنیم، کمکت میکنیم خوب بشی. این فرد با این لیبل میره بیرون، هر کاری که میخواد میکنه، یعنی دیگه ذهن باز میشه و بهش اجازه میده که هر چی که دوست داره رو انجام میده. با چی؟ بهانه چی؟ من یه فرد مازوخیسمم، دست خودم نیست، دچار اختلال روانیم، نمیتونم آگاهانه کاری رو انجام بدم. من یه فرد افسردم، خیلی افسردم، مسئولیت همو نمیتونم انجام بدم، وظایفم رو نمیتونم. اگر هم حالا این زمان این کار کنم چون افسردم دیگه دست خودم که نیست. اگر که حالا وسواس دارم نمیتونم، یعنی اصلا این لیبل به هر کسی زده بشه، اینه که اولین بحث اینه که ناتوانش میکنه. دومی موضوع اینه که بهش این اجازه رو میده که برای انجام کارهاش بهترین توجیهات رو بیاره، از نظر خودش بهترین توجیه دیگه. و خب دیگران حتی اگر ناراحت بشن، عصبانی، هر چی که بشن، نهایتاً میگن که خب بنده خدا بیماره، کارش نمیتونیم بکنیم. این لیبلی که زده میشه و بعد خودش رو محق انجام هر کاری میدونه، در حالی که فرد مقابل وسواس داره. خب پس چطوریه؟ خیلی ساده، حالا خیلی ساده بهتون میگم. آدم ها وقتی که از قدیم، وقتی که غمگین میشدن گریه میکرد، دلشون میگرفت گریه میکرد، شاد میشدن گریه میکرد. یک سری هیجانات راه تخلیه‌اش اشک ریختن. وقتی که هیجان از یه حدی میره بالا، اون موارد حالا جسمی ایجاد میشه، ترشح آدرنالین، آمفتامین ها، هر چی که اینها اتفاق میفته، نتیجه میشه چی؟ اشک. حالا هر چقدر که این فرد از نظر ذهنی ضعیفتر باشه، در مقابل کوچکترین هیجانات هم این عکس العمل عادی جسمی رو نشون میده. خب شما وقتی که میزان آدرنالین خونتون میره بالا، بعد از یه مدت افت میکنید، خسته میشه ذهن، خوابتون میگیره. دوست دارید توی تنهایی خودتون باشید. این مسئله خیلی عادی و معمول. میخوابید، یه گوشه میشینین ساکت، پیش نیومده براتون؟ یه شادی خیلی زیاد، مثلا تولد فرزندتون یه فرزندی به دنیا میاره، شما چندین ساعت توی استرس و نهایتاً یه شادی خیلی زیاد با دیدن نوتون. بعد این اتفاق چه اتفاق میفته؟ یه گوشه بدن کرخت میشه، افت میکنه و ساکت میشینه. هر چقدر که میزان توانمندی ذهن یک فرد کمتر باشه، این هیجانات تاثیراتش میدونی چی شده؟ افسرده شدی یا یک ذهن ضعیف با دیدن یک گل فوق‌العاده هیجانی میشه، گریه میکنه. یک ذهن قوی با دیدن یک گل خوشحال میشه، شاد میشه، تشکر میکنه، قدردانی میکنه، مراقبت میکنه، بو میکنه، لذتش رو میبره. بگذار روی میزش قشنگ باشه، تزیین باشه، نه؟ این برمیگرده به توانمندی ذهنی. اما من تعبیرش میکنم به افسردگی و اون دیدن گل رو، شادی از گل رو تعبیرش میکنم به شیدایی. نه؟ بگین که من دارم ضبط میکنم. اوکی؟
به صورت به بچم یاد میدم توی تخیل ذهنی خودش دوست خیالی داشته باشه، چون خودم هم یک دوست خیالی دارم. میزان هوشش خیلی بالاتره، شرایط اجتماعیش خیلی بهتره، راه براش بازتره، تبدیل میشه به شیزوفرنی، اسکیزوفرنی. چرا؟ چون ناتوانی ذهنش پایین تره، توانمند نیست. مادر رویا پرداز، پدر رویا پرداز، فرزند اسکیزوفرنی، فرزند شیزوفرنی. متوجه شدی؟ بعد اسمشو میگذاریم چی؟ اختلالات روانی. به فرزندم توجه نمی کنم یا کسی به من توجه نمیکنه، میخوام توجه کسی رو یا ترحم کسی رو داشته باشم. توجهه، اون ترحمم قبلش به دنبال جلب توجهه. میرم میستم 2 ساعت دستامو میشورم، تو دستشویی کلی معطل. یکی بیاد در دستشویی بگه کجایی، داری چه کار میکنی؟ دارم پاهامو میشورم. بس کن دیگه، بیا عزیزم. توجه 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 توجه، مراقبت مراقبت مراقبت. و این منم وظیفه‌ام رو انجام نمیدم، مسئولیت ها به گردن نمیگیرم. چرا؟ چون وسواسم، کاریش نمیتونم بکنم. عدم توانمندی ذهنی تعریفش میشه اختلالات روانی و لیبل های علم روز.